مالک. سفر ما ادامه دارد. ما رو حتما همراه باشید. گروه دیگری ما با دیگر طرف رفته ایستادیم. دوستان عزیز، ما در منطقه قرار داریم. البته در این بلندی تومان است. اون خونه کو؟ خب از همان گونه میبینید دوستان عزیز، از زیر سنگ های بسیار کلان هم چشمه جاری می شود و از زمین آب چشمه در اینجا یک جای ساختن و با طریق همین قبور البته بیش از شاید یک کیلومتر زیادتر تا با همون خانه لاینی که ساختن آب میبرن. ولی علاوه از یک خلاص کنید که کنار استماع بچم بهتره ما جود رفتیم. هم جبرم است. آبی چشمه. دیگه دینی میشودیم. ما شب هیچ نمیتونم. بگیرین بچه ها کی بگی؟ بسم الله. وای ساونش ده خوب. من برگاش میرویم. به حد اوبی با مزه. همه پیش رفتن و ما که تجربه کمی کوهگردی داریم و از گروه کمی عاقبه ممنون. سلامت باشید. از اون خانه های لاینی که قرار داشتیم بیش از 3 یا 4 کیلومتر دورتر ما اومدیم به خاطر دریافت کردن روشک و چکری و تا حال در اون مکان رسیدیم و راه ما ادامه دارد. در اینجا ما یک تناول میکنیم، باز سفر رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید. مرحمت با ما اشتیای تمام. علفایی که میبینید اینا پیاز انزورن. اگر دگم نفره که خورده باشه سلیانی میکنن
این همین از گل فروید بعد مردم میچینه. خب اینا یک دانه این رو ما الکی کنده و نمیگونه از پیازی انظور اینه بچه ها حالا در یک جای ناهموار و بسیار شوخ و آب ها است. همراه این دوستا بالاخره یک چند تا نیز یافتیم. خب این درخت روشک درود دوستای عزیز، روشک بهاری در جای بسیار خطرناک و آدمگذر بسیار مشکل است روشک می شود. و از اون طرف ها چکرینه و کم کم برق کرده ایستاده است و در برخی جاها هست ولی خیلیش مشکل. این همه آب چشمه و باران الکی شام شد، هوا کم کم تاریک شده ایستاده. سفر همینجا به انجام رسید دوستان عزیز. با دیدار.